بازمانده معروف MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه رو می توانند از روسیه دیپارتاسیا کنند. در این باره تلگرام کانال 112 یک پایگاه نزدیک به مقامات حفظ حقوق روسیه خبر داد نسبت به ورزشگر تاجیک اخیراً برای بدون اجرت رانندگی و با سرعت بلند راندن ماشین دستگیر شد پروتکل مأموری ترتیب دادند. بنا به اطلاع دریافته تلگرام کانال 112 روز ششم دکبر دادگاه در مسکو پرونده ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه از جانب چهارشنبه را بررسی میکند. بر اساس قانونگذاری روسیه شهروندان خارجی را میتوانند برای حقوق ویرانکنی های مأموری چون ویران کردن قاعده های حرکت در آن نیز از این کشور اخراج کنند. یادآور میشویم چهارشنبه هفته گذشته در شهر مسکو برای بدون حجت رانندگی و سوغورته و با سرعت بلند راندن ماشین در شهر مسکو دستگیر شده است. خدمات مطبوعات گبدد مسکو روز 3 دکبر خبر داد که ورزشگر 26 ساله سعودی تاجیکستان هنگام حرکت در نقب لیفورت و قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران کرده به بالای این لحظه را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. بنا به اطلاع رسمی ماشین چهارشنبه را در توقفگاه جریمه‌ای محکم کرده خودش را برای نداشتن سوغورته اساگا و بدون حجت رانندگی راندن ماشین به جوابگری مأموری کشاندند. او به کارمندان پلیس حجت رانندگی از تاجیکستان گرفته‌اش را نشان داده است ولی در گبدد گفتند که حجت رانندگی تاجیکستان در روسیه قرب قانونی ندارد و چهارشنبه باید حجت رانندگی روسیه می داشت. چهارشنبه در ساحه ورزش MMA با نام اورژ معروف است ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند. محمد هیبتی معروف با لقب ایرانی داغستان ماه فوریه سال روان نقل کرده بود که در پی یک مناقشه‌اش با چهارشنبه او از یک پاره گوشش محروم شد.